خب با سینا قنبرپور هستیم، همکارمون در ایران وایر که به ما پیوسته. سینا جان خیلی خوش آمدی. سلام عرض میکنم به شما و به مخاطبان عزیز ایران وایر و امیدوارم که امروز یه روز متفاوتی رو تا نیمه پشت سر گذاشته باشن و روز خوبی رو پیش رو داشته باشن. سینا جان مرسی از اینکه با ما هستی. میخوام درباره گزارشی که امروز ازت در ایران وایر منتشر کردیم صحبت کنیم. امروز یک گزارش از شما منتشر شده با تیتر گزارش جمعیت شناسی قربانیان 18 و 19 دی که گذشت و میدونم که هفته‌های گذشته رو خیلی مشغول بررسی روایت‌های کشته‌های اعتراضات بودیم. ما در ایران وایر نزدیک به 500 نفر رو تا پیش از قطعی گسترده اینترنت و جنگ هویت یابی کردیم، راجبشون نوشتیم. شما چه داده‌هایی از بررسی پرونده به پرونده کشته‌های اعتراضات دی ماه به دست آوردی؟ این گزارشی که امروز منتشر شده در واقع بسترش رو کار تیمی ایران وایر فراهم کرده و همینجور از داده هایی که رسانه های دیگه هم در راستی آزمایی قربانیان 18 و 19 دی منتشر کردن استفاده شده. این توضیح رو بدم که در واقع تلاشی که توی این گزارش شده متمرکز بر اینه که ما در واقع قربانیان رو از عدد به واقعیت تبدیل کنیم، به این معنا که اونا رو صرفاً به عددهایی که توی خبرها خونده میشه نبینیم و بیایم و اون چه که شکل و شمایل واقعی زندگیشون بوده و توی راستی آزمایی‌های به ویژه اون چه که ایران وایر انجام داده این زندگی اونها ملموس می شده از دلش داده هایی رو در بیاریم، از جمله این که به جز تاریخ مرگشون و زمان به اصطلاح به قتل رسیدنشون توسط نیروهای حکومتی کجا دفن شدن، اونا چه کاره بودن، چه زندگی داشتن و در واقع چجور در چه طبقه‌ای زندگی می‌کردن و در واقع این گزارش داره یه شمایی از وضعیت و طبقه اجتماعی اون قربانیان میده. این ترکیب مشاغلی که ما در ایران وایر به دست آوردیم و شما روش تحقیق کردی چی به ما میگه؟ در این حال من به سوال شما الان جواب میدم. میخوام این رو بگم که ما تلاش کردیم، ما همه روزنامه‌نگارانی که در ایران وایر و رسانه‌های دیگه میخواستن راستی آزمایی کنن و این قربانیان رو در واقع معرفی بکنن، اما واقعا شمای کلی یا وضعیت کلی زندانیانی که در 18 و 19 دی دستگیر شدن رو چه بسا هنوز نداریم و نمیدونیم چه تعداد کجا به چه شکل هستن. اما اون چه که از فهرست راستی آزمایی شده ایران وایر میشه ترسیم کرد، ما توی این به اصطلاح این تعداد از قربانیان میبینیم که حدود 5% از قربانیان کارمند دولت یا وابستگی به دولت داشتن، بیش از 90% غیر دولتی بودن و میتونیم بگیم که خیلی از اونها در مشاغل مختلف کارگری داشتن فعالیت میکردن، از جمله مشاغلی که خیلی هم سخته مثل پیک موتوری یا مشاغلی که در واقع در طی روز شما باید وقت و انرژی زیادی رو صرف کنین. تعداد قابل توجهی آرایشگر در این فهرست رصد کردیم و مشاغل فنی مثل مکانیک ها یا کسانی که به اصطلاح کار فنی میکنن و همینجور در واقع میتونیم بگیم که تنوع شغلی که توی این قربانیان بوده رو سعی کردیم ترسیم بکنیم. مرسی از توضیحاتت. یه پرسش دیگه هم ازت دارم، این که در میون کشته های اعتراضات خیلی ها زیر 18 سال بودن و کودک. میدونیم چقدر دانش آموز بودن و چقدر کودک کار؟
پیشتر آمار دقیق کشته شدگان زیر 18 سال رو رسانه ها منتشر کردن. در این فهرست راستی آزمایی شده ایران وایر 58 دانش آموز رو در واقع به برشی از زندگیشون اشاره کردیم و به غیر از این تعدادی کودکان کار در این فهرست راستی آزمایی شده هست و تلاش کردیم که فارغ از اون که عدد بشن بیایم و بگیم اینا کی بودن، کجا زندگی میکردن، چه کاری رو انجام میدادن و کیفیت زندگیشون چی بوده. مرسی، ممنونم سینا قنبرپور، همکارمون از تحریریه ایران وایر که با ما بودین. ممنونم ازت.